سلام، خیلی خوش اومدین به ولاگ من ملیکا. اگر من نمیشناسید یه سر به کانالم بزنید، ویدیومو لایک و سابسکرایب کنید. خیلی خوش اومدین به ویدیو من. امروز جمعه است و ما قرار بریم بیرون. الان ساعت 10 تقریبا و آماده شیم بریم. که هوا آفتابیه و خیلی گرمه، من یه دونه ضد آفتاب میزنم و اینکه اشکالی نداره. این ضد آفتابا خیلی شلم و من اصلا اینقدر شل دوست دارم، ولی کارایی خوبی دارن. یعنی امروز به شدت هوا آفتابه و اگر ما تصمیم گرفتیم به خانواده بریم جنگل، آب بازی آبزنی و اینجوری هم بکنیم. رفتارستانه بزنیم، یه با تینچ روزخونه هم بزنیم. این تینچ چیز خیلی خوبه، نگاه و لکم اصلا نمیندازه به هیچ وجه. وای خیلی خوبه بچه. نه چقدر شیک کنم برای موهام. احتمالا که موهام ببندم چون هوا خیلی گرمه، ولی دارم باز باشم. موه شلوارم خب بدون از این شلوار کشدارا مثل جاگره، خود جاگره، دمپا کشداره، کش داره اینجاش و خونه که اون کلوف نیست که بکنه و یه دونه تیشرت بپوشم یا یه دونه کراپ که احتمالا این هم شد استایلم. بزن بریم. یک کوچولو داستان دهنم سرویس شد. یه جا من از این سر آی کفشم خیلی خوشگله. خیلی بابام هم جلو و این هم آبشار. اینجا اتاق کردیم دیگه. این دریاچه همونجا که استخره یه جورت ستور اینجاش. اینجا دوشه بچه هم در اینجا بازی داخل آب. من لباسم عوض کردم. این آبه، این آبه در آخرم داره. آب خیلی سرده مثل اینکه بزن بیشون آب تنیمون رو کردیم. لباسم هم عوض کردیم. در میشیم میخوریم تا نهار آماده بشه. خیلی آبش خنک بود، خیلی هم خوب بود، ولی اصلا ما داریم میرزیم. خوب خیلی خال دار، خیلی حال دار. حالا منتظریم که نهار آماده بشه. یه ایرانی همیشه چای رو اول میشه.
بچه‌ها من باز رفتم داخل آب و اینکه خیلی آب خنک، تمیز، زلال و این مثلا کلا خیلی خوب بود آبش هم بهتون نشون بدم. این تیکه اینجا آبش از اون بالا میاد، یه جا هست اونجا استخر رو کردن حالت صدمانه. حالا بهتون نشون اینجا ما تو آب گذاشتیم، بهتون نشون بدم یه چیزی خیلی با تو آب گذاشتیم که خنک بشه، البته پیداش بکنم. من آها در اون سطح حالا توش آدم نمیتونم نشون بدم. این سطحی که اینجاست، کلا این سطحی که اینجا آب جمع شده. بابام رفته دنبال عمومینا گم شدن تو راه و اینکه دلم خیلی خوراکی میخواد، مخصوصا این تفکه دارم خوراکی میخواد، ولی قول دارم که اول ناهار بخوریم بعدم. اوه چیشی شد واقعا خیلی خوبه. من نخونم اگه نه. بچه‌ها من گفتم تو اینجا یه ویدیو فیلم از خودم بدم. من ملیکا صادقیم، متولد 89 4/27. فردا تولدمه و از اونجایی که زاده مازندرانم خیلی از این بابت خوشحالم که اینجا به دنیا آمدم، تو این فضای سرسبز و خوب. چرا یوتیوب رو شروع کردم؟ به خاطر اینکه از زمانی که فهمیدم یوتیوب اصلا وجود داره و اینا، رفتم داخلش گشتم، بلاگرها رو دنبال کردم، کسایی که فکر می‌کنم مثل خودم همسن و سالای خودم رو خیلی علاقه‌مند شدم، ولی اعتماد به نفسشون نداشتم. چون به خاطر اینکه یک دوربین بود، الانم دوربین خاصی ندارم، یعنی با گوشی دارم ویدیو رو ضبط می‌کنم. دوربین نداشتم، فکر می‌کردم مثلا باید حتما دوربین داشته باشم یا مثلا هیچ چیز خاصی نداشتم. در حتی من پایه هم ندارم، یعنی الان صفر فقط با یه گوشی دارم ویدیو ضبط می‌کنم. هنوزم اعتماد به نفسم اونقدر صد نیست، اونقدر اعتماد به نفسم صد نیست که بگم آره من خیلی حرفی‌ام و اینا، نه. ولی خیلی دوست دارم که شما من حمایتم کنین، ویدیومو لایک، سابسکرایب یادتون نره بچه‌ها. اگه دوست دارید یه کادو ریزی بهم بدین، اون حمایتی باید بکنیم، اون اعتماد به نفسی که من باید جذب کنم، چون دوست ندارم اگر کسی منو دوست داره من این ویدیومو ادامه ندم، ولی اگه دوست داری حتما کامنت بزنید واسم که من یه انرژی بگیرم و شروع کنم، قوی‌تر شروع کنم، بهتر شروع کنم و قول میدم همیشه کنارتون باشم. همون جایم که از اون قبل ویدیو قبلی اون چیزی که فکر می‌کردم بازدید شد، دست مرسی واقعا، مرسی خیلی معرفتین. همین دیگه، مثل که بابام اینا هم اومدن، اونا پیدا کردن، اونا گم شده بودن مثلا. آره اونا گم شده بودن و من آب رفتم. من موام خیلی عجیبن، بالای سرم پاتوکش میاد. حالا تغییر مو هم میذارم واسه بچه آوردم ایتون داخل آبش خیلی سرده، مگه آفتابم در اومد. الان داریم تدارکات آب ناهار رو میشینیم، این هم آفتاب بهترین. خیلی خوشگله اونجایی که در میاد اینا، اینجا هم که سد جمع میشه. این خیلی خوشگله.